چی شد؟ من و این همه خوشبختی محاله محاله من و این همه خوش اینجا نیست خوش میخوام بشم چجوری برم بچه آقا اکسلاتر شما در نظر من اکسلاتر من برادرتم من پدرتون هستم ای وای اکسلتون زامبی میسیکن بمیر زامبی میسیکن خودم بچه من نمیدونم من یه مشکلی که دارم اینه که دوست ندارم مثلا بازی رو کنم اینه کالا پابجی یا مثلا بخوام بگم مثلا چی فوش بیا خود تو سرت خفاش اومد زامبی ما
میتونیم با هم دیگه اونو بزنیم. نه زامبی نه. زامبی نپری کنینو. اسکلتون جلوتره. تو منطقه اسکلتون مغز نداره. زامبی مغز داره. من بچه ها من باتمنم. با من میگم باتمن. درشم هم داره راستی. خیلی خوب پرواز میکنم. یه چیزی که هست یه خورده خطرناکه. یه خورده میتونم فقط یه خورده از خودانه رو خیلی قویه. فرار کن. برو بال بزنی. نمیره. دایمون عزیزم. ای خدا این چه بلایی. چقدر مهیه همینجا. خیلی باله. ترسیدم یه دفعه. یعنی چی جا دیگه داریم. این خور به این گندگی پشت دوباره دایمند. بکن داشت درست رو هوایی ولی بکن. بریم یه دایمنده دیگه. این دایمنده رو چیری پری ترکوند. الان من دایمنده رو کاش داشتم. خیلی بد بود. خیلی تجربه بد بود. هیچی. دایمند. بازم دایمند. بچه من میرم کل دایمند ها این رو چیز میکنم. دایمند که نمیشم ولی با 2 تا دایمند دیگه نیست. فکر نکنم باشه. من میرم کل منابع جمع میکنم. کریستال تا موقع بس شما 1 ثانیه است. بس من شاید نیم ساعت 1 ساعت. خدا بچه من این چیزی فهمیدم. اون کتابه رو من دور انداختم. وای نه وای نزدیک بود بمیرم. میام اینجا هیچ کس دستش به من نمیرسه. من این کتاب رو دور انداختم. کتاب چجوری الان دستمه. I'm Batman. اومدم. البته با شما 1 ثانیه بودا. بسه من فکر کنم 40 دقیقه گذشت. نمیدونم. 24 تا الماس. من پولدار ترین شدم. فقط نزدیک بوده چند بار بمیرم. بچه صحنه سینماتیک بود. ببین گوش کن بچه. کریپر اومد. من اینجوری بودم. بعد همون لحظه چی شد؟ سپرم شکست وقتی کریپر ترکید. یعنی انقدر شانس داشتم و شانس من انقدر نداشته. اصلا الان من نمیدونم با چی کنم. تخت میخوام. فکر کنم چون مردم تختم جا گذاشتم. اصلا تخت ساخته بودم. نمیتونم. من به افق میرم بچه ها. به افق
گوسفند میخوام. ماما نکن، بیبی بکن. من گوسفند میخوام. گوسفند، به من گوسفند بدهید. گوسفند. زامبی ویلیجر چقدر جالب. ببین این اسکلتون از اون اگر هنوز کدو یعنی ویلیج. کدو مساوی از خب میگفتم کدو مساوی از با ویلیج با اون جانگل. خب میگفتم چی میگفتم یادم اگر اسکلتونا این اسکلتونا جوان نشدن از همونجا منو میزدن. خیلی قوی بودن، وحشتناک اسنایپر بودن. بعد اینی تا 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 هی میزد. پلیجر اوت پوست. وای علی، میخوام علی بشم. علی آیرون غلامشون نیست. غلام، من میخوام غلامو نجات بدم ولی غلام ندارم. بهتر فرار کنی، شاید اونور ویلیج باشه. برم اسکلتون عزیزم، من میخوام علی بشم. شاید علی جونش بیشتر از خفاش باشه. علی جونش بیشتره ولی خب دید در شب نداره. کور بچه از اونجا آمدن دنبال من. اینا چه کینه ای هستن بابا، ولم کن. من که بابا داداش غلط کردم، ببخشید، اشتباه کرد، بچگی کردم، منو ول کن. ویلکمز تو مانی با فرار کنم، اینجوری نمیشه. تخت میخوام با بخوابم. کمک. کشتی روی آبه، خیلی باله. حاجی این مختصات رو من ازش عکس میگیرم. لایک های این ویدیو به مثلا زیاد باشه 50 تا، واسه من خیلی 50 تا، ببخشید، به 50 تا برسه من این کشتی رو ترمیم میکنم، یعنی درستش میکنم جدی. پس بچه همین خب همین الان این ویدیو رو لایک کنید تا من اینو داخل قسمت بعد ترمیم کنم. امرالد، آهن، طلا. ناگتا رو نمیخوام. بیام پایین چیست؟ صندوق مخفی است و در صندوق مخفی یه نقشه مخفی است. واو، من قوتنما بعدم به دردم میخوره، نیاز دارم. حالا بچه اینا سب کن من یعنی داخل اینجا هیچ گوسفندی نیست بجز اینا. یعنی گوسفند پیدا نمیشه اینجا. سلام، لاک پشتم میتونم بشم. دریا خیلی کمک میکنه. بوجی پشمام، چطوری من گوسفند پیدا نکردم اصلا؟ چطوری؟ پشمام ریخته. نه واقعا چطوری؟ خب بچه ها گوسفند پیدا نکردم. همین امشب بریم داخل اون به خدا ول کن، تو رو خدا ول. برم اینو بکشم بعد به کل دنیا اومده دنبالم. کل دنیا رو با من دیده. حالش
کجاست؟ قلعه جنگل مخفی. نه گمش کردم. ای خدا، چرا حالا معلوم شاید این وره بریم. نه این ور نگشتم من نیستم. میدونی فکر نکن. فکر دیدم خودش بود. بله اینجا کلک. اینجا داره چیکار میکنه؟ من اصلا انقدر نخوابیدم دیگه روز شد. من عادت ندارم از در بیام، باید همینجوری کلم میندازم پای میام. ای وای سوختم. تبدیل بشم بگه موجود گوی مثلا. وای ماما اندرمانو چی میخوای بگی؟ ایا نمیشه حلش کرد؟ خواستم حلش کنم حوصله ندارم. بابا شیلد باید بسازم دیگه، نمیشه. من فقط بیام آها بخاطر الان این خداش نه خوشگلم، دوست دارم. میخوام اون لباسم بزنم. جدی من دیگه باید برم چیکار کنم؟ اینجا به آب حساسیت دارم. داشت زیر بارون عشما این درمان زیر بارون نایده بودیم که دیدیم دمیجه نخوره. خیلی عجیبه. اون وسط تبر یعنی کارتون تیبل میخوام. ای خدا عجب. میگم منظورم اینه که من چیزی به نام چوب نیاز دارم، چوب ندارم. ای خدا اینو میشه مشکل داره. بچه ها فول دایمندی شدن، فقط کلاه هم آهنیه. الان کلاه معلوم نیست به درد نمیخوره. یعنی کلن وقتی من تبدیل به ماب میشم کلاه ها کلن به درد نمیخوره. این کلاه آهنی باش بهتره. دیگه کار نمونده. بقیه کارا حالا واسه سری. ببینم به خطرناکتر موجود در دو عالم ماینکرافت مثل آب. ببینش خطرناکترینه. خب میگفتم امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نمیتونم باشم ای خدا تبدیل خودم بشم شلترم. خب بچه میگفتم امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک رو بکنید. خب و اگر کانال منو دوست دارید حتما دکمه سابسکرایب رو بکنید و اگر میخواید ویدیوهای منو همیشه زود به زود ببینید، یعنی هر وقت ویدیو گذاشتم ویدیومو ببینید، حتما زنگوله رو بذارید روی آل که هر وقت ویدیو گذاشتم متوجه بشید. بعد چیزی من این سری رو میخوام فقط ادامه بدم کامل که فقط اینجوری نباشه تبدیل به دراگون وارده. ببین حالا میگفتم تبدیل به دراگون واردن و ویدیو شدیم دیگه مثلا اینجوری نباشه دیگه خونه بزرگم ساختیم دیگه اینجوری نباشه کلا این سری تمام بشه. توی کامنت ها خب یه خورده ایده بدید که داخل این سری من چه کارهایی بکنم. احتمالا نه حالا ولش تو همین ویدیو زیر کامنت ها بنویسید که من چی کار کنم. مرسی. حالا تا ویدیو بعد فعلا خداحافظ.